حجاج آن چهره حسن را دیده دیگرگون می شود و از تخت خود برمیخیزد و میگوید ها هانا یا ابا سعید، ابا سعید اینجا بنشین. یعنی به تختش حسن بصری رو می نشیند. در روایت خودش به زمین می نشیند و میگوید تو از علمای ما هستی، تو از مبارک های ما هستی و چند سوال دینی می دهد. حسن بصری هم جواب می دهند گویا که در منظر گویا که حسن بصری شاه باشند و حجاج یک خادم سوال و جواب میکند. بعدا میگوید عطرهای خوشبوترین مرا بیاورید که من این علما این عالم را احترامش کنم و با عطر خود حسن بصری را خوشبوی میکند که این یک عادات عرب بود که این گونه احترام میکرد. بعدا خودش گسیل میکند. خوش آمدید گویان، باز میبینیم گویان. وقتی حسن بصری بیرون میشوند ساق و سلامت، به هیچ خونریزی، با همون شهامت خود، مردانگی خود، با سری بلند خود، مردم میگوین حسن، یعنی ابا سعید، حسن بصری، عالم ما، استاد ما، شما چی شد که وقت دمی در بوده چیزی در زبان گفتید، یک باره آن شکل حجاج هم تغییر یافت و کل قضیه هم تغییر یافت. یعنی او میخواست شما رو برای جزا دادن اینجا صدا کرده بود و برعکس به شما مکافات داد و شما با سر بلند دارید برآمده میروید. شما چی گفته در دمی در؟ حسن بصری میگن وقتی دمی در بودم و حجاج را در این حالت بدیدم گفتم اللهم یا ولی نعمتی و ملاذی عند کربتی اجعل ما اخافه و احذره بردا و سلاما علی کما جعلت النار بردا و سلاما علی ابراهیم. گفتم پروردگارم، اللهی که دهنده نعمتهای من هستی و در وقت غم و اندوه هم پناه دهنده من هستی. آن چیزی که الان من میترسم و از آن بیم خطر دارم برای من خنک و سلامت گردان، یعنی بی‌ضرر گردان، همون گونه که آتش را برای ابراهیم خنک و سلامت گردانیدی. یعنی من این دعا را خواندم و زیادی از علما میگن وقتی از کسی از چیز خیلی میترسید همین دعا را بخوانید که این دعای کشایشی هست که به پروردگار التجا میکنید که تو بزرگی، تو قدرتی، تو از قدرت این بنده دو پایه تو بالاتر است و به من کمک کن.